4 5 6 7 8 9 10. به ازای هر 20 لیوان سیمان 4 یا 5 لیوان روغن موتور. حالا مثلا 4 لیوان نشد، بهتر 3 لیوان باشه، یعنی 20 به 3. من الان 10 لیوان 1.5 لیوان روغن میریزم. بقیه کار اینم روغن موتور سوخته باشه خیلی خوبه، چون بهتره، پول نمیدی. حالا چند لیوان؟ دو لیوان. باید 2 لیوان از همون خط باشه. من 1.5 میریزم اول که خیلی خوب، نباید به هم بچسبه. اولش با مته میزنی میچسبه، یکم با دست بهتره. مثلا با دستکش چیز بپوشید، از اون دستکش های چیز لاستیک، چیه، از اون دستکش های مال داروخونه، از این لاتکس ها. 1. حالا 2. 1.5 بریزید بهتره. خب این لیوانو نریختم. چرا؟ آخر سر میریزم. باید 2 لیوان بریزیم واسه 10 لیتر چیز که ما از اینا استفاده میکنیم کارمون پیش بره، ولی بهتر با دست بکنیم. چطوری؟ اینطوری میندازیم تو چیز، اینطوری بندیم، بعد یواش یواش مخلوط میکنیم. بهتره با دست بکنیم که اونطوری بهتره. خب دومین هم میریزیم. بهترین روش اینطوریه، چون مثلا نصفش الان اگه این نصف لیوانه، باید یه نصف لیوان دیگه هم بریزم. باید خیلی کم باشه روغنش، پودر بشه دیگه، به هم نچسبه، شل نره، وا نره.
یعنی رنگ چسب این مثل لیوان دیگه هم باید بریزید. اگه اونو نریزید که خیلی بهتره. اینطوری نشه. بعد 2 تا از این دستکش ها، از این دستکش های لاتکس میپوشید. اگه 2 تا 3 تا روی هم بپوشید هم خیلی خوبه. اگه ناخن دارید مثلا پاره نکنه این چیز، این لاتکس ها رو. بعد چون که باید کفش رو یک کم انگوش بکنید میچسبه. بعضی چیز و میگن چه فقط سیمان میشه تو چیزی دید. میتونید مثلا چیز از این مومای صورتی رنگ و قهوه‌ای رنگ و نارنجی رنگ پیدا کنید، یا ماسه گرید نمیدونم چنده مثلا کوچولو ریز داره اونا. مثلا چرا سیما خیلی خوبه چون صاف در میاد، ریزه کاری ها رو نشون میده. بعد گچ و سیمان و خاک معمولی هم میشه راحت. بعضی میگن نه نمیشه، من خودم امتحان کردم با هر چیزی که مثل ماسه باشه مثل خاک باشه میشه. بعد این تهشو ببینید، اینجاشو اینطوری چیز بکنید که بیاد بالا. چیزو ببینید اینطوری کارتون رو خراب میکنه دیگه. با دست باید بکنید، بهتره با دست بکنید. با دریل کردم دیدید اونطوری خوبه، ولی مثلا ریز نمیشه. خودش هم ببینید اینطوری از این خاصیتش استفاده میکنید. بعد گرما باعث میشه که به هم بچسبن روغنی، بعد توی خاک نرین چون مثل ماسه ریختگریه که مثلا دیوکسید میزنن توی سفت میشه مثل اونه. خب تمام. تا قسمت بعدی، خدا حافظ.